قسمت اول از سرگردان های فضای مجازی. الحمدلله رب العالمین و صلاة و السلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان زن گرامی، با پیشرفت فضای مجازی دنیا، جهان امروز به صورت یک، قبلا هم گفتم به صورت یک دهکده، بلکه به صورت یک اتاقی که در آمده که هر شخصی که در این فضا داخل میشه میتونه به نسبت مسائل مختلف جهان آگاهی پیدا بکنه و متاسفانه در این فضای مجازی سرگردان هایی پیدا شدن، اشخاص سرگردان، فیلم های سرگردان، مطالب سرگردان که بعضا توسط مسلمان های کم علم ارائه میشه و اکثرا غیر مسلمان اینا سعی میکنن طبق دانسته ها و تراوش افکار خودشون علیه حقانیت قرآن و دین اسلام و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دیگران را به شک و شبهه بیندازن. بله، بعضا مسلمان خودش طرف را مسلمان میدونه، اما با عقاید سکولار و دیگر موارد انحرافی به نسبت کدام موارد قرآن آقا مشکل پیدا کرده، آمده اینو به عنوان یک سوال، یک شک یا موردی که لازمه که به اون جواب داده بشه در فضای مجازی آمده پخش کرده و لازمه که به این گونه موارد جواب داده بشه. دشمنان دین اسلام و بلکه دشمنان هر حرکتی، حالا ما به نسبت دین اسلام داریم حرف میزنیم، دشمنان دین اسلام همیشه برای از بین بردن دین اسلام و امت اسلام از راهکارهای مختلفی علیه اسلام استفاده کردن و خاصتا به نسبت دو مورد سرمایه گذاری های خاصی را دارن و دارن میکنن. یک، ترویج شهوات در بین امت اسلامی و دو، ترویج شبهات در مابین امت اسلامی. با ترویج شهوات در بین امت اسلام میخوان که از جوانان، چه پسر چه دختر، از جوانان امت اسلامی، از مردان امت اسلامی، از زنان امت اسلامی یک اشخاص لاابالی، پوچ، با تفکرهای حیوانی به وجود بیان که همه غمشون فرجشون و 4 وجه بالاتر از فرجشون باشه، به چیز دیگه فکر نکنن، مثل حیوانات پناه بر خدا همینطوری زندگی بکنن. اشخاصی که نتونن جامعه را و بلکه جهان را رهبری بکنن، میخوان چنین اشخاصی در جامعه به وجود نیان. و مورد دوم، با ترویج شبهات در امت اسلام سعی میکنن دیگر انسانها را و خصوصا مسلمان ها را به نسبت حقانیت دین اسلام و حقانیت قرآن و حقانیت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دیگران را به شک و شبهه بیاندازن و وقتی که در این میدان اگر پیروز بشن دیگه به نسبت یعنی اون اعتمادی که به دین اسلام، اعتمادی به قرآن دارن، اینها یواش یواش سوس شده و نهایتا مسلمان ها از دین اسلام دیگه دست میکشن و لازمه که به این گونه موارد حتما جواب داده بشه. بنده بازی وقتی که دارم سعی میکنم انشالله به نسبت این گونه موارد هم انشالله من عرایزی داشته باشم. امیدوارم که الله متعال این موارد از بنده قبول بکنه، سبب رفع درجات و توفیق باری تعالی بشه که از این دنیای خاکی به اون دنیای باقی با ایمان بریم، الله جل جلاله را با ایمان خالص انشالله ما ملاقات بکنیم. ترتیب بنده انشالله این چنین خواهد بود که از تیکه فیلم های این اشخاص سرگردان یا کدام شخص مسلمان یا غیر مسلمان مطالب سرگردان در فضای مجازی نشر کرده و باعث به وجود آمدن شک و شبهاتی در مابین مسلمان ها شده، انشالله ما قسمتی از این را خواهیم آورد و با دلایل عقلی و نقلی انشالله جواب این شبهات را خواهیم داد. برسیم به قسمت اول از فیلم های این اشخاص سرگردان. یه قرآن رو میخوام بخونم براتون. اگر مسلمانی یا اگر شیعه‌ای یا اگر هیچ کدام فرق نمیکنه، اگه قرآن دم دستت داری، قرآن تو باز کنین، آیه رو بخون، چند دقیقه وقت بذارین کلیپ رو ببین. این آیه در مورد ازدواج محارمه. خب این قسمت رو با هم دیدیم. ظاهرا این شخص باسواد
برای اثبات این موضوع به میدان آمده که میخواد ثابت بکنه در قرآن پناه بر الله جل جلاله ازدواج با محارم وجود داره و پناه بر خدا این کار را محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم کرده. دقت کردین؟ میخواد این را ثابت بکنه. دوباره به این قسمت گوش بکنین. چند دقیقه وقت بذارین کلیپ رو ببین. این آیه در مورد ازدواج محارمه. چند دقیقه وقت بذارین کلیپ رو ببین. این آیه در مورد ازدواج محارمه. خب این قسمت را با هم دیدیم. دقت کردین؟ میخواد این موضوع را ثابت بکنه که در قرآن کریم برای ازدواج به محارم چه کار کرده شده؟ جواز داده شده. خب برسیم به گفته ایشان از آیه 23 سوره نساء. و نیز حرام شد زنان فرزندان سلبی شما. زنان فرزندان سلبی شما یعنی زن پسرخوانده شما. من حالا این تموم بشه یه توضیح راجع به این زن پسرخوانده میدم. خب این قسمت را با هم دیدیم. دوستان دقت بکنید. اینجا دو تا موضوع داره که این جناب به ظاهر با سواد کاملا موضوع را برعکس فهمیده. اولا که اینجا که میخوانه خودش خونده میگه و نیز حرام شد زنان فرزندان سلبی شما و باز این تکرار میکنه میگه زنان فرزندان سلبی شما. این یک موضوع که این 100% اشتباهه. دوم همین زنان فرزندان سلبی شما به گفته ایشون را ترجمه کرده زن پسرخوانده شما. حالا قرار توضیحات هم بده که انشالله در قسمت بعد به توضیحات ایشون هم انشالله ما خواهیم رسید. جناب به ظاهر باسواد متاسفانه اولا که این خواندن ترجمه فارسی شما 100% غلطه. چرا که این هرگز فرزندان سلبی اصلا معنا نداره. این فرزندان سلبی ما نه آقا، فرزندان صلبی ما باید خوانده بشه. فرزندان صلبی ما باید خوانده بشه. در خود همین آیه قرآن آیه 23 و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. اصلاب مفرد اصلاب میشه صلب. اینا در خود قرآن آمده. در آیه 7 و 8 سوره و السماء و الطارق در پاره سیره شما بریم بخوانین. یخرج من بین الصلب و الترائب. صلب مفرد اصلابه. لذا این خواندن شما به فرزندان سلبی شما 100% غلطه. دوستان شما برین در فضای مجازی الان دیگه الحمدلله آسان شده تحقیق. همین فرزندان سلبی را شما بنویسین و تحقیق بکنین اصلا چه معنایی میده. اون معنایی که مد نظر قرآن است 100% با گفته این بزرگوار کاملا مخالفه. لذا اینه که اشخاصی آمدن دستشون ترجمه قرآن با امثال ترجمه سلمان رشدی دستشون دادن، اشخاصی هم مثل این بزرگوار آمدن میخوان که علیه قرآن علیه اسلام به چی بگم، دروغ بگم، مطالب بگم، اکاذیب بگم، مفاهیم بگم، چی بگم، به این گونه موارد چی میشه گفت؟ آقا هنوز در خواندن ترجمه الفاظ ساده قرآن مانده، تازه قرار علیه قرآن هم حرف بزنه. این یک مورد. مورد دوم جناب باسواد شما که اینجا میخوانین که زنان فرزندان سلبی ما، جناب حالا دیگه من نمیخوام این تکرار بکنم، این فرزندان صلبی باید خوانده بشه. صلب یعنی کمر. فرزند صلبی من یعنی فرزندی که از وجود من به وجود آمده. این فرزندان صلبی ما. حالا این زنان فرزندان صلبی ما این زن پسرخوانده ما نیست، این عروس ماه. دقت بکنین اینجا آقا وایساده فرزند من، این فرزند صلبی منه، یعنی این فرزندی که از وجود من از کمر من به وجود آمده. اینم یک شخص تصور بکنین اینم زن فرزند صلبی منه. حالا شما خودتون قضاوت بکنین این زن فرزند صلبی من چیه من میشه؟ این عروس من میشه دیگه، درسته؟ این زن پسرخوانده من نمیشه. هنوز آقا به نسبت این موضوع آگاهی نداره که زن فرزند صلبی ما این میشه عروس ما و عروس ما برای ما یعنی محرم ابدی هست. قرآن داره اینو میگه که زن فرزند صلبی شما که مثلا عروس شما میشه این برای شما محرمه، یعنی اینکه ازدواج شما با اون اصلا درست نیست. چی بگم، واقعا جای تأسفه. اشخاصی که هنوز در خواندن ترجمه الفاظ فارسی قرآن اشتباه دارن، مشکل دارن، فرق سلب با صلب را نمیدونه،
فرق عروس با زن پسرخوانده را نمیدونه، آمده یعنی واقعا خجالت داره پیجی هم بزنن و سعی بکنن که در مقابل امت اسلام قد علم میکنن. واقعا وای به حال چنین اشخاص و وای به حال اون اشخاصی که مطالب چنین اشخاصی را دارن دنبال میکنن. انشالله برسیم به قسمت های بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.